یلدا. شما امشب شب یلدا جناب آقای مهندس، این دوستان در کنار فردوسی هستن. این دوستان آسیای میانه که همشون یه نوع شاهنامه خوان و شاهنامه شناس و شاهنامه پژوه هستن. امشب در شب یلدا در به اصطلاح مورخه 20 چند دسامبر میشه، 21 دکامبر سال 2025. دکامبر. آره از همه کوتاه‌ترین روز، بلندترین شب. بله. آقای مهندس استفاده میکنیم با یه تشویقی گرم کنین خودتون. خب مرحبا. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسیار بسیار خوشحال و خرسندم که امروز در خدمت قند زبانان ایران جهانیم. زین قند فارسی که به بنگاله می رود. خب کنار آرامگاه حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی شب یلدا هم هست. از حافظ یک استمدادی میگیریم که میگه رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه. چون این قسمت گفتن رو دوستان حالا تاجیکیمون خیلی خوشگله که خانه توست. و به هر حال اینجا خانه همه فارسی زبانانه. خیلی خیلی خوش آمدید. من ترجیح میدم بشنوم، بیشتر از صدای شما استفاده بکنیم. آقای میرافتاب راهنمای مجموعه در خدمتتون هستیم. راجع به مهمان گزینه‌های صحبت خوبی رو خواهند داشت و یک روز خوب برفی زیبایی رو هم تجربه میکنیم. واقعا امروز برای بنده خیلی افتخار خوبی شد این هم صحبتی هم کلامی با و آشنایی با شما مهمانان عزیز. سرد هست نمیخوایم نگرتونیم، ولی مطمئنا اینجا این گرمای فضا اینقدر جذابه که همه ما دوست داریم ساعت‌های اینجا باشیم. به افتخار خودتون یک کف مرتب بزنید. این صدای زندگی. آقای دکتر ملا ظهور پزشک برگزیده سال 2004 جهان هستن. آره یعنی بعد اکثرا هم نقطه پزشک هستن و نقطه مشترکشون نویسندگیه. ادیبار هم که دیگه خودشون از چهرهشون معلومه دیگه. بله. بسیار. آقای میرافتاب اینجا باشید. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود و خوش آمدگویی به مهمانان گرامی که امروز در آرامگاه فرزانه توس فردوسی اومدید. رئیس دستور داد که واژه مهمان رو براتون ریشه یابی کنم. مهمان یک واژه ایرانی از دو بخش، مه به اضافه مان. مه یعنی بزرگ و مان یعنی خانه. خودشو در خانمان نشان میده. بر روی هم رفته مهمان میشه بزرگ خانه. امروز اکنون شماها بزرگ اینجا هستین. دو تا نکته رو براتون یادآوری میکنم. شوربختانه بیشتر مردم گمان میکنن که فردوسی نژاد پرسته. ما یک واژه نژاد پرستانه در شاهنامه نداریم. عرب هرچه باشد مرا دشمن است برای 100 سال اخیره. ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده از کار که تاج کیانی کند آرزو. ببخشیم توفو باد بر چرخ گردون. توفو از سده 8 به بعد به شاهنامه افسوده شده. پاسخ ما رو خود فردوسی میده. ز دانا بپرسید پس دادگر که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. خسرو انوشیروان از بزرگمهر میپرسه فرهنگ بهتره یا نژاد. چون این داد پاسخ به دور رهنمون که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود ز گوهر سخن گفتن آسان بود. گوهر بی هنر خوار و زار است و سست به فرهنگ باشد روان تندرست. فرهنگ یک واژه ایرانی از دو بخش، فرع به اضافه هنگ. فرع امروز خودشو در واژه فردا نشان میده. فردا یعنی پیش به سوی آینده. هنگ هم به معنای دانایی آگاهی هست. پس بنابراین بر روی هم رفته فرهنگ یعنی پیش به سوی دانایی آگاهی.
در این اندیشه نژاد معنا نداره. میخوای عرب باش، ترک باش، آفریقایی باش، اروپایی باش. مهم این است که من از امروز به بعد با خودم پیمان ببندم که دیگه دروغ نگم، خیانت نکنم، ستمگری نکنم. من پیش به سوی دانایی و آگاهی برم. پس بنابراین فردوسی و شاهنامه به هیچ عنوان نژاد پرست نیستش. نکته دوم که شوربختانه بیشتر مهمانای تاجیک که وارد آرامگاه میشن بر این گمان هستند که فردوسی با سلطان محمود دیدار داشته و یک داستان دروغ 1000 ساله رو بازگو میکنن که جسد فردوسی از دروازه رزان میرفت و سکای محمود از دروازه رودبار وارد میشد. این یک دروغ 1000 ساله هست. فردوسی هیچگاه با سلطان محمود که بسیار خونریز بوده، بسیار کتابخانه ها رو آتش میزده، به هیچ عنوان فردوسی با سلطان محمود دیدار نداشته. زمانی که فردوسی میخواد شاهنامه رو بسراید ازش 30 سال زمان میبره. زمانی که میخواد بنویسه به نام خداوند جان و خرد، محمود یک کودک 11 ساله است. نه تنها 11 سالشه بلکه برده است. آیا خردمندانه است یک مرد 40 ساله همچون فردوسی بیاد با یک کودک 11 ساله و برده قرارداد ببنده؟ این داستانها رو به دروغ نوه سلطان محمود یعنی ابوالفتح خان مودود در سال 432 مهشیدی یا قمری به شاهنامه افسوده. فردوسی هیچگاه با ضحاک زمانش که سلطان محمود گجستک باشه دیدار نداشته. فقط یک داستان از محمود بگم. زمانی که محمود وارد ری شد دستور داد تمام کتابخانه‌های ری را آتش بزنند. به ما گزارش داده شده که کل کتابخانه‌های اروپا به اندازه یک کتابخانه ری بود. محمود در آغاز ورود دستور داد یک گودال بزرگی بکنند و 4000 خردمند شهر ری، نه آدم عادی، نویسنده، دانشمند، پزشک و 4000 خردمند رو آورد و در اون گودال سرشو برید. آیا خردمندانه است فردوسی با یک همچین خونخوار و ستمکاری بره قرارداد ببنده؟ این داستان‌ها به دروغ نوه سلطان محمود ابوالفتح خان مودود گزارش داده. یکی از پهلوانا پزشک بود. من فقط واژه پزشکم براتون ریشه یابی کنم. پزشک یک واژه ایرانی از ریشه اوستایی بعیشعزه، نخست بوده بعیشعزه، بعد شده بزشک، بعد شده پزشک. بعیشعزه، بعیشه یعنی درد و رنج، ز خودش رو در واژه زدودن یا زدودن نشون میده. بعیشعزه یعنی کسی که کارش زدودن رنج و درده. پزشک یعنی همین. چون سرما است دیگه وقتتون بیشتر نمیگیرم، بریم قسمت پایین. مهر بورزین پشت سر من بیایید.